سلام دوستان، خسته نباشید. در این جلسه پا و بدن عروسک رو میخوام آموزش بدم. برای بافت پای عروسک ابتدای حلقه جادویی درست میکنم به این صورت. حالا داخل این حلقه رو 6 پای کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. سر نخ رو اینجوری میکشم، بافت رو جمع میکنم. این میشه رج 1 پا. این رو ببافید، حلقه جادویی بزنید، 6 تا پایه ببافید. بریم رج 2 رو ببافیم. رج 2 رو میخوام ببافم. در رج 2 باید تغییر رنگ بدم. برای تغییر رنگ این آخرین پایه رج قبل رو در نظر بگیرید. 2 تا حلقه اینجا هستش، قلاب رو از داخل این 2 تا حلقه رد میکنم و نخ جدید رو از داخل این 2 تا حلقه خارج میکنم. نخ قبلی رو میکشم و شروع به بافت میکنم. قلاب داخل اولین پایه قرار میدم به این صورت و سر نخ جدید رو با نخ قبلی رو روی لبه بافتم قرار میدم. یه پایه کوتاه میزنم و ادامه بافت رو انجام میدم تا انتهای بافت. از ابتدا تا انتهای بافت فقط پایه کوتاه میبافم. این میشه رج 2. یه چند تا پایه میزنم، این 2 تا نخ اضافی رو هم قطع میکنم. به رج 3 که رسیدیم دوباره از ابتدا تا انتهای رج 6 تا پایه کوتاه میبافم. یه همچین چیزی در میاد. ببینید حلقه جادویی زدم و رج 2 و 3 رو فقط پایه کوتاه بافتم به تعداد 6 پایه. این 2 تا پا رو ببافید که بعد از بافتش 2 تا پا رو به هم وصل کنید. پای دوم رو که بافتید نخ بافتتون رو قطع نکنید. خب بچه‌ها، پای دوم رو هم بافتم. میخوام این 2 تا پا رو به هم دیگه وصل بکنم. گفتم پای دوم رو بافتید، این نخ رو جدا نکنید چون میخوایم ادامه بافت رو انجام بدیم. روی پای دوم 6 تا زنجیر میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. بعد میام با یه بست این 2 تا پا رو به هم دیگه وصل میکنم به این صورت. بعد از اینکه 2 تا پا رو وصل کردم روی پای اول افزایش انجام میدم. داخل هر پایه 2 پایه میبافم که تعداد پایه ها روی پای اول به 12 پایه میرسه. بعد میام روی این زنجیره ها 6 پایه کوتاه میبافم. بعد میرسم به پای دوم، دوباره افزایش انجام میدم و داخل هر پایه 2 پایه میبافم که تعداد این پایه ها در پای دوم هم به 12 پایه میرسه. بعد این سمت زنجیره ها را هم 6 پایه میبافم. تعداد پایه ها در این رج به 36 پایه میرسه. یه افزایش میبافم. ببینید به این صورت. یه پایه، دوباره داخل همین پایه یه پایه دیگه میبافم. به این صورت افزایش انجام میدم. این رج رو ببافیم برسیم به رج بعد. خب بچه‌ها، من 2 تا پا رو به هم دیگه وصل کردم. رج 2 رو میخوام ببافم. از یه نخ نشانگر استفاده کردم. شروع به بافت میکنم. ابتدا 5 تا پای کوتاه میبافم. 1 2 3 4 و 5. در ششمین پایه یه افزایش انجام میدم. 1 و 2. 2 پایه در یه پایه بافتم. 5 تا پای کوتاه زدم، یه افزایش شدم. این کار رو تا انتهای رج 6 بار تکرار میکنم. تعداد
پایه ها در این رج به 42 پایه میرسه. این رج رو ببافید برسیم به رج بعد. رج 3 رو میخوام ببافم. ابتدا 3 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 و 3. در پایه 4 یه افزایش انجام میدم. دوباره 3 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 و 3. این کار رو تا انتهای رج تکرار میکنم. 3 تا پایه کوتاه، یه افزایش، 3 تا پایه کوتاه. 6 بار این کار رو تکرار میکنم تا انتهای رج. تعداد پایه ها در این رج به 48 پایه میرسه. این رج رو هم ببافید برسیم به رج بعد. از رج 4 تا رج 8 5 رج رو فقط ساده بافی میکنیم. فقط پایه کوتاه میبافیم، نه کم میکنیم نه زیاد میکنیم. تعداد پایه هم همون 48 پایه هستش. میخوایم این قسمت بدن عروسک رو ببافیم. ببافید این 5 رج رو برسیم به رج 9.